آقا سلام بچه چطوری؟ و اینجا من تازه تگمون زدم اومدم داخل. بعد یه دونه تامپر برداشته بودم و یه دونه پیستول داشتم. بعد این یارو اومد بالا سرم. اینجا یه دونه زدم که نخورد، اینجا هم همینطوری دونه زدم که نخورد. بعد این اومد. اولش یه دونه بود، بعد یهو اسکوادی سه تا صدا پا اومد و اینا خیلی ناجوان مردانه ریختن رو سر منم مونده بودم چیکار کنم چیکار نکنم، یا الان یا میام بالا یا نمیدونم کجا خط منو گرفتن. یعنی یه صدا زیپلاین دیدم یکیشون اومد بالا، یعنی تامپر بهش زدم، اومدم با پیستول بزنمش رفت یارشون. اینجا هول کردم واسه شو خیلی نمیدونم هول کردم یا دمیجم کم بود، اینا اچ پی مو زدم یا مدیکمو زدم. اینجا 4 نفر 3 نفره اومدن رو سر من که یه دونه پیستول دارم. من یه جایی که منو بزنم فقط. این کارا رو نکنید، عاقبت نداره.